سلام، من ممرزا اکسار هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری برید به خفن ترین جاهای مخفی مپ سومیت. مپ سومیت که خب خیلی همون توش زیاد بازی کردیم، در واقع 3 تا جای مخفی. بچه ها، جای سوم مخفی که من گفتم و فقط توی مود اتک آف آندد میشه استفاده کرد، یعنی توی اون مود فقط این جای مخفی هستش و من حواسم نبودش که این مود اتک آف آندد و فکر کنم دیروز یا پریروز ورش داشتن از بازی و خب پس نمیتونم ویدیوشو فردا براتون بسازم. ایشالله دیگه دفعه بعدی که مود اتک آف آندد بیاد ویدیو اونم میسازم. داره توی این ویدیو 2 تاشو آموزش میدم که چجوری برید و یه دونش هم که اونم خیلی جالبه فردا ویدیوشو میذارم. خب اول شما از این طرف بیاید، این شیشه ها رو میشه شیکون با تیر. این شیشه ها رو بشکونید، بعدش نایف بگیرید یا حالا یه بمبی چیزی بگیرید دستتون که سبک باشید. بعدش بیاید روی این جعبه وایسید، بعد میشه از روی این لبه با یکم تلاش برید روی این سنگای اینجا. بعد الان میبینید که من خیلی راحت با اسنایپ دقیقا اون محدوده رو که دشمن ازش میان رو میتونم تحت نظر داشته باشم و خیلی جای جالبیه. و شما میتونید از این لبه هم یکم برید، ولی از اینجا که بگذرید دیگه خارج از مپ میشید و بازی شما رو میکشه. وقتی اینجایید شما یه دونه ترانسفورم شیلد میتونید بذارید اینجا دقیقاً، بعد برید روش این شکلی، بعد میتونید برید روی سقف اینجا وایسید. اینجا بچه فوق‌العاده است. درسته خیلی شاید نتونید مثلا کسی رو بکشید از اینجا، ولی مثلا اگه مود اتک آف آندد رو بازی کنید، توی مود اتک آف آندد بیاید اینجا، عمرن تا آخر بازی کسی نمیتونه حتی پیداتون کنه و مطمئنن میبرد. این مپ سومیت جای مخفیش فوق‌العاده است. اما جای دومی که این مپ داره، شما بیاید روی این کامپیوتر اینجا وایسید، بعدش از اینجا این شکلی برید. حالا ممکن چند بار بخواید امتحان کنید تا بتونید. بعدش هم اینجا رو دوباره برید، دوباره میتونید بیاید روی اینجا وایسید و اگه که اتک آف آندد مود اتک آف آندد رو بازی میکنید، اگر که بیاید اینجا وایسید آخر بازی نمیتونن شما رو بکشن و واقعا کارشون سخت میشه. اون جا مخفی قبلیه رو که اگه میرفتن که اصلا نمیتونستن بزننتون، ولی باز این یکی هم خیلی خوبه. بچه هم خواستم یه دونم گیم پلی از مود اتک آف آندد بذارم و بهتون نشون بدم که این جای مخفی چقدر میتونه کاربردی باشه. خب اینا تو مودای دیگه هم میتونه کاربردی باشه، ولی برای اتک آف آندد عالی ان. به هر حال من متوجه شدم که این مودو ورداشتن از بازی و نمیتونم اون گیم پلی رو برای شما بگیرم. و مرسی از اینکه ویدیو من رو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و اینکه اگه سوالی چیزی داشتید هم کامنت کنید، من جواب میدم. و یه سری از شما هم مشکل داشتید که چجوری عکس پروفایل برای خودتون بذارید تو کال اف دیوتی، یعنی عکس خودتون رو بذارید. برای این کار باید اکانتتون رو روی فیسبوک لینک کنید که من ویدیو اونم تو اینستاگرام تا فردا یا پس فردا هر وقت که وقت کنم ویدیو اونم تو اینستاگرام میذارم. پس به اینستاگرام ما هم سر بزنید. تا ویدیو بعدی شما رو به خودم میسپارم.